مراسم جنازه شیرعلی عبدالقیسف هنرمند شناخته تاجیکستان در زادگاهش نایه روشان زیر ناله و دف و رباب برگزار شد. مراسم ویدا با شیرعلی عبدالقیسف با شیوه خاص اسماعیلیانی برخی از مناطق ولایت مختار کوهستان بدخشان برگزار گردیده. نواری از قسمت آن را روزنامه‌نگار و شارح فرهنگی زورشاه محمد در صفحه فیسبوکیش نشر کرده است. چون عنعنه که 100 سالها تاریخ دارد، در مراسم جنازه ساکنان روشان برابر آیه ها از قرآن مجید اینچنین مدحیه یا خود مداهای خاص فلسفی زیر ضرب خاص دایره رباب خوانده می شود که به گذران بودن دنیا و فلسفه مرگ و زندگی تاکید می کنند. رقص سما نیز از آیین‌های خاص جنازه ها در برخی از نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. این رقص ماتمی چرخزنی معنی دار است که عادتاً دستان در آن از کتف بالا برداشته نمی شوند. شیرعلی عبدالقیسف هنرمند مردمی تاجیکستان روز 12 ایول در سن 70 سالگی در بیمارستان در شهر دوشنبه درگذشت. علت مرگ این هنرمند بیماری کرونا ویروس گفته می شود. وزارت فرهنگ تاجیکستان از مرگ هنرمند نامی اظهار اندوه کرده به پیوندان و هواداران این مرد هنر همدردی عمیق بیان نمود. شیرعلی عبدالقیسف ماه اپریل سال 1951 در دهه درزود ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده است. سال 1973 بخش صنعت و اکتیاری دانشگاه آموزگاری دوشنبه را ختم نموده و تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی به کار درآمد و تا آخر عمر در این تئاتر فعالیت میکرد.